آقاخان چهارم رهبر شیعیان اسماعیلی در پرتغال فوت کرد و پسرش شد جانشین و رهبر بیش از 15 میلیون شیعه اسماعیلی در جهان شد. خبر کوتاهیه اما کلی نکته داره. مثلا اینکه رهبر مذهبی شیعیان اسماعیلی اصلا در پرتغال چی کار میکرد؟ چطور اینقدر زندگی مرفهی رو داشته؟ سبک زندگی که بسیار متفاوت با اون چیزیه که بیشتر مسلمانان از زندگی رهبرانشون انتظار دارن. زندگی ساده زیستانه که با یه شیر و خرما زندگی رو بگذرونن. اما آقاخان چهارم اصلا اینجوری نبود و حالا سوال پیش میاد که چرا درگذشت اون اینقدر مهمه و چه تفاوتی بین اون و بقیه رهبران مذهبی و شیعیان وجود داره؟ آیا مدل رهبری اون میتونست آینده مذهب رو تغییر بده یا نه؟ این ویدیو تلاش میکنه پاسخی برای این سوالات پیدا کنه، اما پیش از اون اصلا بریم ببینیم که این آقاخان چهارم کی بود. پرنس کریم آقاخان 49مین امام موروثی مسلمانان اسماعیلی بود که از سال 1957 میلادی و از سن 20 سالگی تا سال 2025 یعنی بیش از 67 سال رهبر اسماعیلیان جهان بود. کسی که توی این سالها تفاوت بسیار زیادی با بقیه رهبرهای مذهبی داشت و اصلا بهش نمیخورد که یه رهبر مذهبی باشه. اون بیشتر شبیه پادشاهان زندگی میکرد، پادشاهی که هیچ قلمروی رسمی و کشوری رو اداره نمیکنه و نداره، اما تأثیر زیادی رو روی مردم خودش داشت. Your Highness, if a complete stranger who had no idea who you were or what you were came up to you and said, "What do you do for a living?" What would be your reply? I would say that my role is I'm the hereditary imam of a Shia Muslim community, an international Shia Muslim community. برخلاف رهبران مذهبی سنتی که اغلب توی محیط‌های دینی و حوزه‌های علمیه پرورش پیدا می‌کنن، آقاخان در دنیای مدرن تحصیل کرد. توی دانشگاه هاروارد درس خوند و دیدگاه متفاوتی هم نسبت به دین و زندگی داشت. اون سوار بر قایق‌های تفریحی لوکس توی کاخ‌های باشکوه و در بین افراد اثرگذار جهانی زندگی می‌کرد و توی مسابقات اسب دوانی سرمایه‌گذاری می‌کرد و توی دنیای تجارت و توسعه بین‌الملل هم نقش مهمی رو داشت. اما در عین حال اون رهبر معنوی میلیون‌ها نفر بود، کسایی که نه تنها اونو راهنمای دینی بلکه حامی اقتصادی و اجتماعی خودشون هم می‌دونستن. اون نه با خطابه‌های دینی بلکه با تأسیس مدارس، بیمارستان‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای نفوذ خودشو در دنیای اسماعیلی و فراتر از اون توی کل دنیا گسترش داد. این ترکیب منحصر به فرد از ثروت، مدرنیته و معنویت چیزی بود که اون از بقیه رهبرای مذهبی متمایز می‌کرد. اصلا نحوه انتخاب کریم آقاخان به عنوان رهبر معنوی اسماعیلیان هم خودش جالب توجهه. قبل از کریم پدر بزرگش آقاخان سوم یا سلطان محمد شاه بیش از 70 سال رهبر اسماعیلیان بود و وقتی از دنیا رفت پسر خودش رو به عنوان جانشین انتخاب نکرد و دلیل این انتخاب رو هم اینجوری گفت که اساساً شرایط توی جهان تغییر پیدا کرده. دنیایی که شامل بمب اتم و خطرات جنگ سرد شده اونو مجبور کرد، یعنی وادارش کرد که توی وصیت‌نامه‌اش بنویسه من متقاعد شده‌ام به نفع جامعه مسلمانان شیعه اسماعیلی است که جانشین من مرد جوانی باشد که در میان عصر جدید پرورش یافته و رشد کرده است. و اینجوری میشه که کریم آقاخان 20 ساله وارد صحنه سیاست و دنیای مذهب میشه. دانشجویی که میدونست قرار بعد از اتمام دوره تحصیلیش توی دانشگاه هاروارد یه رهبر بشه. اونم یه رهبر معنوی و مذهبی. فکر کنم جزو معدود دانشجوهاییه که میدونست بعد از درسش قراره چی کاره بشه. در واقع این تصمیم جسورانه پدر بزرگش نشون میداد که رهبری اسماعیلیان قراره مسیر متفاوتی از بقیه جریان‌های مذهبی رو طی کنه. مسیری که توی این 60-70 سال گذشته هم تا حدودی اونو دیدیم. اما واقعا هر جور به قضیه نگاه کنیم و از هر زاویه اونو بررسی کنیم، کریم آقاخان اصلا شبیه به یک رهبر مذهبی نبود. اون یه ورزشکاری بود که در زمان شاه و در المپیک بازی‌های زمستانی 1964 اتریش پیراهن تیم ملی ایران رو بر تن داشت. اون یکی از مالکان و پرورش دهندگان برجسته اسب‌های مسابقه توی بریتانیا، فرانسه و ایرلند بود و اسب معروف شرگار رو پرورش داد. این اسب زمانی معروفترین و ارزشمندترین اسب مسابقه توی جهان بود.
با شاهزاده موناکو میرقصه و با کشتی تفریحیش میره سفر. با یک مدل به نام سارا کروکرپول ازدواج میکنه و بعد از چندین سال از او طلاق میگیره و با یه نفر دیگه که 27 سال از خودش کوچکتر بوده ازدواج میکنه دوباره و بعد از چند سال کار اونها هم به طلاق میکشه. اسکی میکرد و گفتیم و در جوانی و به خاطر شرایط خانوادگی که داشت و به دلیل اینکه رهبر مذهبی خیلی از افراد بود، عکسش رو روی مجله لایف چاپ میکنن و میشه سرتیتر خبرها. یه رهبر مذهبی جوان و تحصیل کرده هاروارد که به جای عبا و عمامه با لباسای ورزشی روی پیست اسکی دیده میشد. چیزی که برای بسیاری از مردم عجیب و غیرمنتظره بود. البته این تفاوت‌ها فقط توی ظاهر و شکل و شمایل نبود و افکارش هم کاملا فرق داشت. آقاخان برخلاف خیلی از رهبرای مذهبی که بر زهد و ساده زیستی تاکید داشتن، معتقد بود که هیچ تناقضی بین رهبری معنوی و زندگی مرفه وجود نداره. اون وظیفه خودشو نه فقط هدایت دینی، بلکه تضمین رفاه و پیشرفت مادی پیروانش میدونست. توی سخنرانی سال 2006 میگه که نقش و مسئولیت یک امام هم تفسیر دین برای جامعه و هم انجام اونچه در توان داره برای بهبود کیفیت و امنیت زندگی روزمره اونهاست. برای اون ثروت و رفاه نه تنها مانعی برای رهبری معنوی نبود، بلکه بخشی از مسئولیتش محسوب میشد. نکته جالب قضیه هم اینه که پیروانش هم این دیدگاه رو پذیرفته بودن و به گفته سخنگوی آقاخان، پیروان ایشون میگفتن که دوست ندارن اونو در حال زندگی فقیرانه ببینن. پس این مردم بخشی از سرمایه خودشون رو به عنوان زکات یا خمس یا فکر کنم سهم امام برای آقاخان میفرستادن. البته نمیدونم بر اساس اصول فقهی اسم این پولی که ارسال میشده چیه، اما هر چی که بوده آقاخان و بنیاد اونو تبدیل به یکی از ثروتمندان جهان میکنه. البته از اون طرف آقاخان هم از همین پول سرمایه گذاری ها و دیگر منابع مالی که در اختیار داشت تلاش کرد تا به جامعه اسماعیلی و حتی فراتر از اون به جوامع محروم دنیا کمک کنه. اون شبکه توسعه آقاخان یا آقاخان دیولپمنت نتورک رو تأسیس کرد. مجموعه‌ای از مؤسسات خیریه و توسعه‌ای که در بیش از 20 یا 30 کشور دنیا فعالیت داره. این شبکه توی کشورهای آفریقایی و آسیایی مدرسه و بیمارستان و پل و نیروگاه برق و هر زیرساختی که به بهبود رفاه عمومی کمک کنه رو میسازه. علاوه بر این شبکه توسعه توی زمینه‌های فرهنگی و آموزشی هم سرمایه‌گذاری میکنه. جایزه معماری آقاخان یکی از شناخته شده ترین پروژه‌های اونه که هدفش حمایت از معماری پایدار و نوآورانه توی جهان اسلام بود. جایزه محیط زیست آقاخان و جایزه موسیقی آقاخان هم بخش از فعالیت‌ها و جوایزی هستند که بنیاد آقاخان برای حمایت از هنرمندان و در راستای پیشرفت جوامع انجام میدن. برخلاف خیلی از خیریه‌های مذهبی که تنها به پیروان خودشون کمک میکنن، پروژه‌های آقاخان فراتر از مرزهای مذهبی و قومی بودن. مثلا محمد رضا شجریان، خواننده ایرانی، برنده جایزه ویژه آقاخان انتخاب میشه. آقاخان باور داشت که توسعه اقتصادی و اجتماعی یک وظیفه دینیه و معتقد بود که دین باید به بهبود زندگی مردم توی دنیای واقعی کمک کنه. همین رویکرد باعث شد که شبکه توسعه آقاخان یکی از تأثیرگذارترین نهادهای غیر دولتی در سطح جهان بشه. بیمارستان‌های این بنیاد در پاکستان و آفریقا، مدارسش در تاجیکستان و افغانستان و پروژه‌های عمرانیش در هند و سوریه همگی برای خدمت به جوامع محلی بدون در نظر گرفتن مذهب یا قومیت طراحی شده بودند. در یک از مصاحبه‌ها مجری از آقاخان میپرسه که انگیزه شما برای توسعه اقتصادی و حمایت از همه جوامع صرف نظر از دین و ملیت چیه؟ Essentially in my belief in the message of Islam, which is that you must not impede or damage or do anything to hurt the people amongst which you live. On the contrary, you seek to build relations with them and uphold their quality of life. او معتقد بود که اگه مردم زندگی بهتری داشته باشن، خود به خود به ارزش‌های دینی هم پایبندتر خواهند شد. به خاطر همین در این سال‌هایی که رهبری اسماعیلیان رو بر عهده داشت، با افراد زیادی تعامل برقرار میکنه. از رهبران سیاسی جهان گرفته تا نخبگان فرهنگی و اقتصادی. اون توی محافل دیپلماتیک حضور داشت.
با رؤسای جمهور و نخست وزیران دیدار میکرد و همزمان با سرمایه‌داران و صنعتگران بزرگ جهانی هم روابط نزدیکی رو برقرار کرده بود. برخلاف خیلی از رهبران مذهبی که بیشتر توی فضای مذهبی و سنتی فعالیت میکردن، آقاخان تلاش میکرد نفوذشو نه فقط در بین پیروانش بلکه در سطح بین المللی هم گسترش بده. با جان اف کندی در کاخ سفید دیدار میکنه، کنار میخائیل گورباچوف میایسته، با پرنس چارلز در پاکستان ملاقات میکنه، به دیدار آنگلا مرکل میره، با آرنولد شوارزنگر فرماندار کالیفرنیا قرار ملاقات میذاره، ملکه الیزابت دوم رو میبینه و در خیلی از محافل و مجالس سخنرانی میکنه. برای معرفی افکارش و حتی جذب کمک‌های بیشتر فقط با سیاستمدارا جلسه نمیذاشت. اون با شبکه‌های خبری هم مصاحبه‌هایی رو انجام میداد و توی این مصاحبه‌ها به بیشتر سوالات و ابهامات و چالش‌هایی که وجود داشتن پاسخ میداد. مثلا تو یکی از این مصاحبه‌ها بهش گفته میشه که شما در زمینه‌های مختلفی مثل پرورش اسب‌های مسابقه، گردشگری و غیره سرمایه‌گذاری می‌کنید و آدم فعالی هستید. آیا اینها با نقش یک امام سازگار هستند؟ سوالی که ذهن خود ما رو هم خیلی درگیر کرده بود و به نظرم بهتر پاسخش رو از زبون خود ایشون بشنویم. اما الان نه. در انتهای ویدیو این پاسخ رو به صورت کامل واسهتون قرار میدیم. بحث عجیب بودن کارها و رفتارهای 49مین امام شیعیان اسماعیلی نظاری اینقدر جالب و متفاوت بود که فرصت نشد اصلا درباره تاریخچه این تفکرات بپردازیم. البته ما قبلا در ویدئوی اسماعیلیان چه کسانی هستند با جزئیات درباره این گروه از مسلمانان توضیح دادیم، ولی به طور خلاصه بگم که بعد از امام جعفر صادق گروهی از شیعیان فرزند بزرگ اون یعنی اسماعیل رو به عنوان امام میپذیرن و به اسماعیلیان معروف میشن و یه عده دیگه هم هستن که امامت موسی رو قبول میکنن که شدن شیعه 12 امامی. پس از همینجا مسیر اسماعیلیان از بقیه شیعیان جدا میشه. اما در طول تاریخ خود همین اسماعیلیان هم به شاخه‌های مختلفی تقسیم شدن که یکی از مهمترین اونها نزاریان بود. البته نزاریان هم میگن نزاریان یا نزاریان بودن. این شاخه بعد از مرگ المستنصر بالله 9مین خلیفه فاطمیان در مصر به وجود میاد که حسن صباح خداوند علموت هم از پیروان همین نزاریان بوده. خلاصه از همون دوران این نزاریان از اسماعیلیان منشعب میشن. در طی این قرنها بقیه شاخه های اسماعیلیان تقریبا از بین میرن و پیروان زیادی واسهشون باقی نمیمونه، ولی نزاریان همچنان امام خودشونو داشتن و با احتساب امامان و خلفای پیش از المستنصر تا امروز 49 تا امام داشتن که همین چند روز پیش هم گفتیم 49مین امامشون هم فوت میکنه. خودشون ادعا دارن که از نوادگان پیامبر هستن و شجره‌نامه‌شون میگه که اونا واقعا امام هستن و این امامت رو به صورت موروثی به ارث میبرن. مسائلی که شاید زیاد با عقل جور در نیاد. برای عجیب بودن این مسئله این نکته رو بگم که شیعیان 12 امامی عقیده دارن بعد از حسن عسکری حضرت مهدی به غیبت میره و از اون موقع امام عصر یا امام زمان لقب میگیره. هست ولی دیده نمیشه تا شرایط برای ظهور مهیا بشه که کاری به این شرایط ظهور و این چیزا نداریم. یعنی شیعیان 12 امامی تا 12 تا امام دارن و شیعیان اسماعیلی تا الان 49 تا داشتن که الان 50مین هم مشخص شد. البته 6 تا امام اول در هر دو گروه هم که گفتیم مشترکن. اما چیزی که در این سالها برای شیعیان 12 امامی همیشه گفته می شده این بوده که امامان همه زندگی ساده‌ای داشتن و اهل تجملات نبودن و این مسائل یه جورایی ملکه ذهن شیعیان شده. البته همون شیعیان 12 امامی که گفتم. حالا وقتی زندگی آقاخان رو می‌بینیم ممکنه سوال پیش بیاد که اگه امامان شیعیان 12 امامی هم حضور داشتن یا به عبارتی این امام به غیبت نمیرفت و تا امروز ادامه پیدا می‌کردن این امامان چی میشد؟ آیا یه شخص ساده‌زیست میشد یا بنا به تغییرات پیش اومده در طول زمان شیوه مدیریت و زندگی رو تغییر میداد؟ آیا شیعیان 12 امامی هم حاضر بودن بخشی از پول و ثروت خودشون رو در اختیار امام عصر بذارن؟ گرچه فکر میکنم که این کار رو میکردن، اما خب بازم واسم سوال پیش اومده بود. خلاصه سوالات و ابهامات و مقایسه ها همینجا تموم نمیشن.
شیعیان 12 امامی و شیعیان اسماعیلی نقاط مشترک زیادی دارن. در واقع هر دو متعلق به یک سنت مشترک کلامی هستند که همون تشیع امامی هست که در دوران امویان مرحله آغازین تاریخیش رو طی میکنه. یعنی وجه مشترک اصلی هر دو گروه همون نظریه امامته که تأکید میکنه بشر همیشه نیاز به امامی داره که به عنوان معلم و راهنمای مردم در همه امور معنوی و دینی و حتی دنیوی مشارکت میکنه. در حقیقت جهان حتی یک لحظه بدون وجود چنین امامی که حجت خدا بر روی زمینه باقی نمیمونه. پس حالا میشه اهمیت امام غالب شیعیان 12 امامی و امام حاضر شیعیان اسماعیلی رو متوجه شد و میشه فهمید که چرا امام آقاخان چهارم و اجداد اون این همه روی اسماعیلیان اثرگذار بودن. این امام اینقدر قدرت داره که میتونه احکام و شریعت رو بنا به اقتضای زمان تغییر بده. اصلا یکی از وظایف این امام اینه که معنای باطنی قرآن رو بفهمه و به پیروانش بگه و چون صادقه و از اون مهمتر چون امامه حرفش سنده و اون حرف پذیرفته میشه. مثلا بعد از مدتی رهبر نظاریان اعلام میکنه که دیگه نیاز نیست نماز بخونید و روزه بگیرید چون اینا حق الله هستن و خدا هم احتیاجی به نماز و روزه شما نداره، ولی باید زکات بدید که حق الناسه. یا در همون دوره یعنی توی عصر سلجوقی و بنی عباس اسماعیلیان از ترور برای رسیدن به اهدافشون استفاده می‌کردند که یک شیوه کاملا عادلانه و انسانی تعبیر می‌شد و هیچ یک از اسماعیلیان با این مسئله مشکلی نداشتن. اما زمانه عوض شد و با از بین رفتن پایگاه‌های اسماعیلیان و فتح قلعه علموت توسط مغول‌ها اسماعیلیان هم به حاشیه رفتن و تقیه کردن تا بتونن دووم بیارن. تا اینکه با روی کار اومدن صفویان اوایل اسماعیلیان هم مورد آزار بودن، اما کم کم هویت دینی خودشون رو آشکار کردن و اسماعیلیان دوباره پا به عرصه گذاشتن تا اینکه 44مین امام نظاری که توی کرمان از لحاظ سیاسی قدرت پیدا میکنه پا به عرصه ظهور میذاره. این امام در زمان کریم خان حکومت کرمان رو به دست میاره و کریم خان اونو به عنوان حاکم کرمان منصوبش میکنه. بعد از اون هم پسر شاه خلیل الله و بعد هم پسر اون یعنی حسن علی شاه میشه 46مین امام نظاری اسماعیلیه توی کرمان. فتح علی شاه قاجار هم یکی از دختران خودشو به همین حسن علی شاه جوان میده و بهش لقب آقاخان رو هم عطا میکنه و 46مین امام اسماعیلیان هم داماد فتح علی شاه میشه و هم لقب آقاخان رو دریافت میکنه. همون لقبی که هنوز هم به جانشینانش رسیده و داریم به اونا اطلاق میکنیم این لقبو. در واقع از همین زمان به بعده که ستاره بخت اسماعیلیان دوباره طلوع میکنه و اونها با هدیه شاه قاجار تولد دوباره‌ای پیدا میکنن. اما بعدها کم کم با شاهان قاجار هم به مشکل میخورن. علیه اونها قیام میکنن و در نهایت شکست میخورن و آقاخان محلاتی یا همون آقاخان اول مجبور میشه به افغانستان و از اونجا هم به هند بره و اونجا ساکن بشه. در هند تشکیلات بریتانیا از اون حمایت میکنن و ارتباط و همکاری اون با غرب و مخصوصا بریتانیا باعث میشه تا امامان بعدی اسماعیلی هم از حمایت بریتانیا برخوردار بشن و ارتباط نزدیکی رو اینا با هم برقرار کنن. به طوری که دیدیم آقاخان چهارم با ملکه الیزابت هم دیدارهایی رو داشته. بعد از آقاخان اول پسرش علی شاه به مدت 4 سال رهبری اسماعیلیان رو بر عهده میگیره و بعد از اون در سال 1885 میلادی سومین آقاخان رسما میشه 48مین امام اسماعیلیان و بیش از 70 سال امام باقی میمونه. کسی که به عنوان یک مسلمان اصلاح طلب تغییرات گسترده‌ای رو در روابط مسلمانان و بریتانیا ایجاد میکنه. همین آقاخان سوم بود که نگاهی انعطاف پذیر و مدرن به دنیا داشت و تلاش کرد تا در روابط بین الملل هم جایی رو برای خودش و پیروانش باز کنه. آقاخان سوم اینقدر در مسائل بین الملل دخالت کرد و درباره وضع هند و مسلمانان نظریه داد تا اینکه در سال 1937 به ریاست جامعه ملل در ژنو هم انتخاب میشه. یعنی امام یک مذهب از اسلام شد رئیس جامعه ملل. البته نمیشه تأثیر روابط آقاخان با بریتانیا رو هم توی این انتخابات نادیده گرفت. به هر حال آقاخان متوجه شده بود که به تنهایی نمیتونه تغییراتی که میخواد رو اعمال کنه و به قول فرهاد دفتری
نویسنده کتاب‌های مربوط به اسماعیلیان این روابط منافع بسیار زیادی رو برای پیروان اون در هند و آفریقا به وجود میاره. اصلا میشه اینجوری برداشت کرد که رهبران اسماعیلی در سیاست‌های خارجی خودشون واقع‌گرا بودن و برای منافعشون حاضر شدن خودشون رو با واقعیت‌های بین‌الملل تطبیق بدن. همونطور که در 1000 سال پیش تصمیم گرفتن با ترور به اهدافشون برسن، حالا فهمیدن که در این شرایط ترور نمیتونه وسیله مناسبی واسهشون باشه و با صلح میخواستن که به خواسته های خودشون برسن. خلاصه که این آقاخان سوم پایه‌گذار تجددگرایی در اسماعیلیه شد و نوش یعنی آقاخان چهارم هم راه اونو ادامه داد که همین چند روز پیش فوت کرد و حالا باید ببینیم که جانشین اون یعنی آقاخان پنجم یا شاهزاده رحیم آقاخان 50مین امام اسماعیلیان میخواد چی کار کنه. امام جدید اسماعیلیان توی این تصویر کنار همسرش و فرزندش و پدرش وایستاده. نکته جالب این تصویر و تصاویر مشابهی که از همسرش و فرزندانش منتشر شده هم اینه که اون با یک مدل ازدواج میکنه و همونطور که میبینید حرفی از حجاب و برقع و چادر و اینجور چیزا واسهشون اصلا مطرح نیست. مسائلی که توی ذهن شیعیان ایرانی و حتی سنی‌هایی مثل طالبان خط قرمز محسوب میشن و اصلاً قابل باور نیست که همسر و فرزندان امام مذهبی بدون حجاب باشن. خلاصه اینکه شیعیان اسماعیلی به طور کلی تاکید زیادی بر اسلام مدرن و قرائت امروزی از اسلام دارن و فکر کنم حتی نه اعدام، نه سنگسار و نه قصاص دارن و در نگاه اونا زن حقوق کاملی رو داره. البته نمیدونم که آیا این نوع قرائت مدرن از اسلام در تمام سطوح جوامع اسماعیلی اجرا میشه یا بیشتر در بین نخبگان و طبقه تحصیل کرده اونا رایجه. مثلا آیا در روستاهای دورافتاده افغانستان و پاکستان هم همون نگاه برابر به حقوق زنان و عدم اجرای مجازات‌های سنتی دیده میشه یا این تفاوت‌ها بیشتر به محیط زندگی و میزان تعامل با دنیای مدرن بستگی داره؟ همچنین نقش امام اسماعیلیان در شکل دهی به این دیدگاه‌ها تا چه حد تأثیر گذاره و آیا پیروان در مناطق مختلف آموزه‌های اون رو به یک شکل اجرا می‌کنن یا نه؟ خیلی دوست دارم درباره این مسائل بیشتر بدونم و شاید حتی بتونیم در آینده بیشتر به این موضوعات بپردازیم و حتی بتونیم با سفر به مناطق اسماعیلی نشین مستندهایی رو از دل این جوامع بسازیم. Your interests are diverse. I think many of us are familiar with your initiatives in development support, but you breed thoroughbreds, you have an interest in tourism, a whole range of interests. Isn't that sort of an unlikely profile for an imam? I think that may come from a non-Muslim perception rather than a Muslim perception. I think that in Islam, right from the time of Prophet Muhammad, there has been a compatibility between the faith and the world in which the faith is practiced at any given time. اما سوال پایانی، به نظرتون آیا واقعاً امامان اسماعیلی از نسل پیامبر هستن؟ آیا اونا هم مثل امامانی که شیعیان 12 امامی بهشون معتقدن معصوم هستن؟ یا اصلا آیا همون امامانی که شیعیان بهشون باور دارن معصوم بودن؟ آیا اینکه امام به صورت موروثی انتخاب میشه میتونه یک نقطه ضعف برای این سبک انتخاب باشه یا نه؟ آیا اصلاً بنیاد آقاخان واقعاً هدفش خدمته؟ لطفاً نظراتتون رو درباره این مسائل توی بخش نظرات واسمون بنویسید. دمتون گرم. من حمید هستم و اینجا کانال دروازه تاریخه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.